دنیا قراره تو سال 2027 به پایان برسه. یه کتاب ممنوعه تو واتیکان وجود داره که از سال 1143 نام تمام پاپ های جهان رو درست پیشگویی کرده. اما این تنها پیشگویی عجیب این کتاب نیست. تو این کتاب نوشته شده بعد از پاپ فرانسیس فقط یه پاپ دیگه به نام پیتر رومی انتخاب میشه و بعد روز قیامت فرا میرسه. حالا شاید تاریخ دقیق مرگ پاپ فرانسیس و نام پاپ بعدی تصادفی باشه، اما تو کلیسای باسیلیکای روم 17 قاب خالی رو دیوار واسه تصویر هر پاپ قرار گرفته و موضوع عجیب اینه که میگن وقتی دیگه قاب خالی تو این کلیسا نمونه آخر الزمان میرسه و پاپ جدید نفر 17 این لیست خواهد بود. تازه داستان اینجا تموم نمیشه. طبق یه باور قدیمی بین اهالی واتیکان دنیا درست 2000 سال بعد از مصلوب شدن مسیح به پایان میرسه، یعنی دقیقاً سال 2027. عجیبه نه؟ پس به نظرتون سال 2027 سالیه که قراره یه حقیقت تو جهان برملا بشه یا